آقای دکتر توی این محاصره استراتژیکی راهنمود دادن به مقام عظما خیلی مشکله. بعد وقتی که یکی دوتا نیست نه اتفاقا آسون تره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که داروخانه چی تا رفت از قفسه پشتی داروهای تو نسخه رو بیاره، پیرمرده در بداغون دست انداخت، هرچی قرص اون جلو بود ورداشت و یه ضرب انداخت بالا. نوش گفتش آقا جون نخور، تو که نمیدونی که این دواها مال چه مرضیه. پیرمرده گفت نترس، من همه جام درد میکنه، دوای هرچی که باشه به یه دردی میخوره. روشن شد جمچی بزنم که رنگت روشن بشه. این دفعه الان وضعیت مقام عظما بیچارم همین طوریاست، هر دارویی بدی دردشو داره. آقای دکتر همین تازگی ها بود همه مقامات نظام عمامه سیاه و عمامه سفید گفتن برجام 2 و 3 از این شوخی ها نداریم. پس چی شد که الان حاجی روحانی میگه برای اینکه آمریکا رو نگه داریم تو برجام باید سر موشکی و منطقه کوتاه بیایم؟ این که همون برجام 2 و 3 با همون بدبختی است که قربونت برم. قربونت اول مسابقه بوکس سر حالی میگی زمین خوردن تو کارم نیست، ولی وقتی اون مرسی هیکله میزنه تو پک و پوزت پخش زمین میشی این هواها از سرت میپره، همچی میچسبی به زمین که نمیتونن جدات بکنن. هی داوره با اون پاپیونش میاد بالا سرت میشموره، لفتش هم میده که بلند شی، ولی بهش میگی که اگه خیال کردی من یکی پا میشم برای تو دوباره رقص پا بکنم کور خوندی. این مثال ورزشی بود. مثال علمی، استاده به دانشجوی گفتش که داخل قطار نشستی، سرعت 80 کیلومتر در ساعت، هوا گرمه، چه کار میکنی؟ دانشجوی گفتش که خب پنجره رو باز میکنم دیگه. استاده گفت خب حالا که پنجره رو باز کردی هوای اطراف قطار جریانش مختل میشه، مقاومت هوا و تاثیرش رو استکاک چرخ و ریل رو حساب کن، بعد بگو که قطار سرعتش چقدر تغییر میکنه. دانشجوی اول و دوم و سوم همه به اینجا که رسید گیر کردن و تو امتحان شفاهی رد شدن. نوبت رسید به اون دانشجو زبله. دوباره استاد قصه رو گفت تو قطار نشستی، سرعت 80 کیلومتر در ساعت، هوا هم گرمه، چه کار میکنی؟ دانشجو گفت کتمو در میارم. استاد گفت هوا گرمتر از این حرفاست. دانشجو گفت جاکت هم در میارم. استاد گفت هوا داغه. دانشجو گفت پیرنم هم در میارم. استاد گفت تو کوپه بقیه نشستن، نمیتونی از این کارا بکنی. دانشجو گفت نگاه کن استاد، من سرنوشت و قبلیانی که رد شدن دیدم، اگه گرما زدم بشم دست به اون پنجره صاب برده نمیزنم. روشن شد یا چی بزنم که بری پنجره رو باز بکنی. آی دکتر یادش بخیر یه روزایی بود که مقام عظما برای خودش هارت و پورتی میکرد، میگفت عمرن اگه بذاریم اروپا یه دفتر حقوق بشر بزنن تو مملکت ما. چی شد عظمای اون روز؟ الان لاریجانی مشنگ. کدومه که شروع میگی؟ ما چند تا لاریجانی مشنگ داریم. چه فرق میکنه؟ مهم اینه که به فرماه رو زده. اتفاقا این از مشنگیش نیست. بوکس تو فکت خورده باشه میفهمی که نظر آدم چطوری اینجور جاها عوض میشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله، میفهمودن که سگه قند طرف رو خورد، یارو داد زد چخه، ولی سگه به جای اینکه در بره برگشت پاچه مشنگه رو گرفت، مشنگه جا زد، گفت به ارواح بابام واسه قند نیست، دندونات خراب میشه گلم. روشن شد یا همچین بذارم تو دنده دو یه هول بدم تا روشن شی. آیه دکتر از سردان سلامی چه خبر؟ قبلا هارت و پوت میکرد ولی الان صداش در نمیاد، نگرانشم. آخه اونطوری که اون میگفت علم میکنیم و بل میکنیم، الان دیگه ضایع میشه بیاد بگه ول میکنیم. لاریجانی روحانی اقلا میگن غلط کردیم، این یکی برای غلط کردن هم پیداش نمیشه. عظما باید حسن خرسه رو، منظورم حسن نصرالله، بفرسته جلو که بگه نیروامون از عراق میکشیم بیرون. دکتر من واقعا نگرانم. منم نگرانم، عظما هم نگرانه، ولی از اونوری نگرانه. الان عظما شبا گریه کنان از خواب میپره، بهش که میگن چرا گریه میکنی؟ میگه خواب دیدم اون موشکی که از یمن شلیک کردیم کج شد خورد تو مراج این جعفری و سلامی،
بهش میگن چیزی نیست، نترس، فقط یه خواب بوده، عالم واقعی اینجوری نیست. اونم میگه خب واسه همین دارم گریه میکنم. روشن شد یا بذارم تو بلاجت تا روشن شد. خیلی روشن میکنی. ولی آیا دکتر خصوصی خدمتتون عرض کنم، شایع شده که بعد از موضوع اتحادیه عرب و جبهه‌ای شدن مرزبندی‌ها با نظام که زمینه سیاسی بلاهای بعدی که سرون بیاد، راهنمود عقب نشین رو خود شما دادین به مقام عظما. دادم، معلومه که دادم، ولی نه اینکه اینطوری همه چیز رو ضایع بکنن. که راهنمود دادن یه حرفه، شعور اجرای راهنمود یه حرف دیگه است. از قدیم گفتن خدا آدم رو خر بکنه، گرفتار خر نکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه تو اتوبوس هی از صندلی جلویی بلند میشه میره ردیف عقب، بعد اونجا پا میشد میبره ردیف جلو، نفس زنان و عرق ریزان. بهش گفتن خب چه مرگته؟ بگی بخواب دیگه. گفت والا منم میخوام بخوابم، ولی یکی راهنمود داده که برای اینکه راحت بخوابم 2 صندلی بگیرم. منتها 2 بلیط کنار هم نبود، یکی اون جلو بود یکی هم اون عقب. روشن شد یا چه بذارم که به این عقب بقوا میشینی واسه خوده. آیا دکتر اینطوری که میفهمم الان محاصره نظام تکمیله. این که آدم اینطوری بخوره یه چیزه، این که دست به هم چفت بشه و بندازه تو کمر یه چیزی دیگه. آره دیگه، اینطوری که چفت میشه دیگه راهش فقط زهر بیشتره. هرچند که خب بیشتر بخوره بیرمقتر میشه، اون لگد آخریه رو راحتتر میخوره. آیا دکتر با دلی دردمند و ترسان و قلبی لرزان جمع‌بندی رو نه به صورت سوال و جواب که امکان مشاجره پایانی رو ایجاد میکنه، بلکه به صورت 2 بیت رنجنامه تقدیمتون میکنم. اعتماد به نفس تو یکی رو کاکتوس اگه داشت سالی 2 بار هلو میداد. متشکرم دکتر جون، خیلی ممنون. میگه غم عظما غم درمون شب از نفست به زیر بار تریم شده خمم بیمروت. آی اگرچه داغ است بردنش داغ هسته های فشار استراتژیک نشده کم های بیمروت ناکس اینطوری که گلاب پاشی به سر تا پای عظما کردی که دیگه شعر و ترانه نمیخواست که همچین جست هم گردی واسه ما فکر کردم چه کار بخوای بکنی. آیا دکتر شما این هنر منو هنر چی نمیتونی خب نادیده بگیری؟ گلاب پاشی هنره آنها کی گلاب دادم